دوستکی من، خیلی شدم که این لحظه باز با شما هستم. اینک برنامه نوشین رو پیشکش شما میگردانم. امروز من یک ارموغانی زیبایی به شما پیشکش میکنم. با ما باشد، خیلی عجیب است. باوری دارم که به شما پسند میآید. امروز به ما لازم میشود یک تربوزی میان حجم، 3 نمود انگور، پودینه و این چنین به ما لازم میشود چوبچه های مخصوص. اکنون سعی میکنیم کارمون را از تربوز نگفته نمانم که اساس عملی ما را تربوز تشکیل میکند. تربوز را ما باید به 3 قسم جدا نماییم. هر 3 قسم تربوز به ما لازم میشود. اکنون تربوز را ما جدا میکنیم. تربوز را ما به 3 قسم جدا کردیم. از پوستش جدا نمودیم. اکنون هر 3 اش را روی هم میگذاریم. با ما چوبچه مخصوص لازم می شود تا اینکه تربوزهایمون آن سو این سو نرود. قسمهای تربوز را نازکانه میگذاریم تا اینکه نشکنند. انا همین طور. با فکرم که شما پای برده ایستادید. معجزه ما به چیمون نشده ایستاده است. حال و کاری ما تمام نشده است. اکنون من از دانه های انگور معجزه‌ام را آرام دهم. شما باشد با دقت تماشا کنید و آموزید. در اینجا با ما چوبچه های مخصوص لازم می شود. برای آرایش با ما برگ های پودینه لازم می شوند. نگفته نمانم که پودینه هم خیلی غذای خوشمزه است. خیلی بوی خوش طعم دارد. من پودینه رو خیلی دوست می‌دارم. اکنون من اساس عمل را آرام می‌دهم. اکنون دانه های انگور را به آن میچسبانیم، البته با چوبچه های مخصوص. شما میتوانید از دیگر میوه ها برای آرایش استفاده برید. من انگور را انتخاب کردم. از ملوینجان، قلفینک، آلوچه و گالاس استفاده بردن میتوانید. این از هوس خود شما وابسته است. من انگور را خیلی که دوست می‌دارم، انگور را انتخاب کردم. انا همین طور دانه های انگور را یک یک پر میکنیم. شما میتوانید از انگور دانه میده استفاده برید. انگور میوه با لذت است. برای ارگانیسم مهم است. در ترکیبش گلوکوز زیاد است. آن ویتامین هایی که در داخل انگور هست برای ارگانیسم ما بچه ها مهم است. بنابراین دوستان از انگور بیشتر استفاده برید. ویتامین های انگور به ما خیلی لازم است. کارمون را دوام میدهیم. خیلی خودتون میخواید انامین خیل را دهید. معجزه من الکه رنگی دیگر گرفت.
و فکرم که شما پای بردید من چی آماده کردم. اکنون بالایش را آرام می‌دهیم. و فکرم که در اینجا هم با ما چوبچه لازم می شود. خوبترش چوبچه میمونم. باز انگوری سبز را میگیرم. و فکرم که در اینجا هم با ما پودینه لازم می‌آید. پودینه رو از پره‌هایش می‌گذاریم. اکنون من به شما میگویم بله من کورچقندی تربوزی آماده کردم. کنی نگرید چقدر زیبا است یا نه؟ برای آنکه شما خوب دیده توانید من انگورهای زیادتی را یک طرف میگذارم. ببینید به شما معقول شد. بله این کورچقند تربوزی است. امروز من این را آماده کردم. باوری دارم که به دوستانتان خیلی پسند می‌آید. اکنون تماشا کنید من درباره انگور به شما معلومات می‌دهم. در ترکیب انگوری تر و تازه تا 30% قند زودهضم، اساساً گلوکوزه، فروکتوزه و کم ساختارازه هست. 1 کیلوگرم انگور تر و تازه که در ترکیبش 17% قند هست و ارگانیسم انسان یک مقدار غذایی یک روزه را می‌دهد. انگور چون غذای پرهیزی مخصوصاً به کودکان توصیه داده می‌شود. تقریباً 0.5 1.5% ترکیب انگور را کیسلات‌های ارگانیکی یعنی جوهر سیب، لیمون، گلوکرون، ونیلین و غیره تشکیل می‌دهد. آنها خون را تازه کرده به شیره معده تأثیر می‌رسانند. در ترکیب انگور نمک‌های معدنی و میکروالمنت‌های فعال کالی، کلسیم، نتری، فسفر و غیره فراوان است. انگور منبع ویتامین‌های برای ارگانیسم ضرور A, C, P, B و غیره می باشد. از جهت غذانوکی 1 لیتر افشوره انگور با 1.7 لیتر شیر، 650 گرم گوشت گاو، 1 کیلوگرم ماهی، 300 گرم پنیر، 500 گرم نان، 3 و 5 دانه تخم، 1.2 کیلوگرم کارتوشکا، 3.5 کیلوگرم پومیدور، 1.5 کیلوگرم سیب نوک یا شفتالو برابر است. به شما معلومات‌های من پسند آمد؟ خیلی شاد هستم. از مصلحت‌های من استفاده برید. دوستانی عزیز شما هم می‌توانید در برنامه ما به چون و چرا اشتراک کنید. ما شما را انتظار هستیم. خیر دوستانی عزیز تا برنامه‌های آینده در برنامه